بنام خدا با سلام خدمت بچهای 12 درجه 1 سرتاسر ایران، بچهای 12 عمومی ریاضی و تجربی. محمد واعظی هستم از قاب این دوربین در کانال یوتیوب محمد واعظی در خدمتتون هستیم با 12 عمومی. ما بلایی که به سر کتابا شب امتحان داریم میاریم و الان آوردیم رو عربی 12 عمومی. میخوایم ریز به ریز، جرن جرا، صفحه به صفحه کتابو بریم جلو و من جملاتی که اگه به من محمد واعظی این کتابو بدم میگه آقا بله روی این کتاب سوال بنویس کدوم جملات برای من مهمه و اون جملات از توش چه سوالایی داده میشه و آیا غیر ترجمه ماجرای دیگه اون سوالات دارد؟ بله، به نام خدا. یعنی این کاری که من یه عمر شب امتحان واسه بچه ها میکردم، شب کنکور، شب امتحان نهایی، همیشه یه رو من ویدیو دارم، یه رو من لایو دارم، همه میدونن عین اون چیزایی که میگم میاد. سالیان سال این بازیه دیگه، تصمیم گرفتم تو کانال یوتیوب هم بیارم انشالله به امید خدا واسه بچهای کنکوری سر تا سر ایران چه این چیزی مثمر ثمر باشه، چون همه میدونن این امتحان نهایی ها 60% کنکورتونه و انشالله به امید خدا همه یه 20 خوشگل بگیری بذاری جیب بغلت. من همیشه گفتم این جر و واجر کردن ها 20 تو رو قطعی میکنه. همه جا میگم میتونی با این 1 ساعت خورده ای، حالا تایمش من نمیدونم چقدر طول میکشه ولی حول هوش 1 ساعت اکثر طول میکشه، میتونی 20 تو تثبیت کنی. بسم الله. درس 1. بسم الله الرحمن الرحیم. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و زبان قرآن 3 عمومی بده 6 رشته علوم تجربه دوره متوسط لوگو نوکریم. این از این قضیه الفهرست دوبلش کن. برو بریم. بسم الله. بله، ممنونم از توضیحات بسیار عالی مؤلفین عزیز کتاب درسی. درس اول از همینجا من شروع میکنم. درس اول همه میدونید دیگه، ترکیب وصفی درس الاول و موصوف و صفت تموم شد رفت. درس 1 شروع شد از اینجا. اینم از اینجاست. برو بریم. ماسه جامعه در شهر دهلی در هند. اقم و چکر دین حنیفا. میگه آقا اقم فعل امر وجه که خود همین جمله بسیار مهمیه. حنیفا حال اقم و چکر دین حنیفا یعنی با یکتا پرستی یا یکتا پرستانه بدین روی آور. اقم وجه یعنی روی بیار. اوکی، برو بریم. بسم الله. این میاد این من نمیاد. بریم. الدین و تدین، دین و دینداری، این که همون جمله که خوندیمه. بسم الله. از اینجا همه حواسمون رو بدیم. کوشی بریم. التدین فطری فی انسان و تاریخ یقول نه. آقا اینجا از اینجا شروع میشه جمله مهمه. لا شعب من شوب الارض الا و کان له دین و طریقت للعبادت. این خودش جمله خیلی خرکیه. آثار قدیمی که کشفش کرده انسان، تمدن هایی که من بارها گفتم چیه؟ چته؟ ما یه دونه ثقافت داریم، خب یه دونه حضارت داریم. تمام. میگه آقا اینا رو من چجوری تحلیل کنم؟ میگم اینجوری. ثقافت میشه فرهنگ، حضارت میشه تمدن. این همه رو که گفتی، حالا بیا نکته اینجا رو در بیاریم. اینجا حضاراتی که شناختتش از میان نوشته های نقوش، رسوم، نقاشی به تماثیل، مجسمه تأکید میکنه بر تلاش انسان بدین پافش و احتمام اون زحمتی که واسه دین کشیده و تدل علی انه فطری فی وجوده. اینا مهم نیست، جمله مهم. جمله مهم. لکن عباداتهی و شعائرهی کانت خرافیان. همون شد رفت. اینجا میاد کن. از اولین قدم مواظب باش. ازداده باب افتعاله. اوکی. جمله مهم. ایحسب الانسان ان یترک صدا. دوباره
این قربونش بشم منه، فداش بشم منه، مجهول خودمه. تمامی مجهوله. آیا انسان گمان میکنه میپندارد که بیهوده رها میشود؟ تموم شد رفت. لی که تو جمله میاد که دو قسمتی، لی ربطه، اینا مواظب باش. صفحه بعدی سری باش. برو بریم. این جمله اول وحشتناکه. قد حدثنا قرآن کریم برای ما تعریف کرده است در مورد راه روش پیغمبران و کشمکش رو با یک صدا چیه؟ اول این معنی میشه موصوف و صفت مضاف الیه. موصوف و صفت مضاف الیه. قوم های کافرشان. تموم شد؟ برو بریم. اما از اینجا به بعد درس یک وحشی میشه. نگاه کن. جمله اول وحشتناک، لام امره، باید متذکر شویم. این داستان مثلا مثال ابراهیم، تو داستان ابراهیم خلیلی که تلاش کرد که قومش نجات بده از عبادت بت‌ها رو متذکر شویم، به یاد بیاریم. در یکی از عیدها لما خرج قومه من مدینتهم بقا ابراهیم وحیدا. خود وحیدا دوباره حاله. فهمن فعصن تبا رو برداشت و کت سر جمعی هستم. اینه که آسونه. و ثم علق علی کتفه لم. این جمله عجیب غریب این متنه. تموم شد رفت. هنگامی که مردم بازگشتن دیدن بت‌هاشون شکسته شده. ای چی شد؟ این حاله میتونه علم بگیره، میتونه محمد وایزی بنویسه اصنامهم المکسرت. یعنی چی؟ بت‌های شکسته اشان. یعنی میتونه یک سه دویی معنیشه، میتونه حالی معنیشه. تموم شد. گمان کردن که ابراهیم کننده این کار. اینجا قشنگه. میگه آقا اومدن سراغ ابراهیم بودن، داداش تو این کارو کردی؟ گفت من. میگه شما من میپرسی لما تسألوننی اسألوا صنم الکبیر. این خودش داستانه. بدعه که با مضارع میاد به صورت مصدری معنی میشه داستانه. قوم شروع کرد به پچ کردن با هم که بت که حرف نمیزنه. یا زهرا. خفن‌ترین جمله این درس. اولا انما معنیش میشه فقط میاد وسط. ثانیاً چقدر این کلافته. یخزدو داره رو استهزا تاثیر میذاره. میگه آقا ابراهیم فقط قصد دارد مسخره کند. میتونی هم بگی قصد مسخره کردن بت‌های ما رو داره، یا قصد بت‌های ما رو مسخره کنه. تموم شد. همونجا گفت بسوزونینش و خدایتون نجات بدین. تموم شد. اینجا همه این آسون میگیرن. پس انداختش تو آتیش و خدا او را از آتیش نجات داد. تموم شد. نار مؤنث دیگه. نار مؤنث موشی. اینا مؤنثن. ارض و شمس و حرب و نار و بئر دار و عنق و نفس رو. عنق و نفس رو ری. ارض و شمس و حرب و نار و بئر دار و عنق و نفس رو. عنق و نفس رو ری. ارض و شمس و حرب و نار و بئر دار و عنق و نفس رو. عنق و نفس رو ری. کلمه های مهم این درس: نقوش کندکاری ها. مفرداشو بپا. کتف اکتاف جمعشو بپا. مواظب باش. خودت فعص سرا کشمکش، همون نزاع متضادش هم از سلمه، یعنی صلح.
اوکی صدا پوچ بیهوده. حنیف یکتاپر از این کلمات مهمه بزنه. بعد زنبوریم. خب این که همون صحیح خطای متنه، همه میدونن که چیز عجیب غریبی نیست، صحبتش کردیم. درس قواعد درسمونه. جملات مهم از اینجا آخ این خودش جمله وحشی هاره. میگه ارضای همه مردم میخوان ارضا بشن، میخوان راضی بشن. هدفی است که به دست و قومش بشم من، فداش بشم من، مجهول خودمه. تموم شد. مجهوله داشت. اوف. بعدی ان الله لذوالفضل، تأکید خوراکش هم رو خبر ان اومده. علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. تموم. این و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. درست شد. ماضی استمراری این روز رستاخیز است، اما شما نمیدانستید. این که انهم بنیان مرصوص. خفن. رد شو برو. چی شد؟ یقاتلون فی سبیله صف در صف در راه او میجنگن. صف در صف خیلی خوشگله اینو معنی کنن متحد یا در یک صف. منظور با اتحاده. صف در صف یا در یک صف. بله اینو همه لای نفع جنسه و شک نکنی یکی از اینا میاد. یعنی این چیز شک داریم. جمله خیلی جمله آخ من میتوانم بگویم در تمرین ها این 1 و 2 که اینجاست از همه مهم. اینجا رو نگاه کن. خوب نگاه کن تا من اینو بذارم اینجا. این پایش میزنه تو این ور میزنه خاره. این کنار کیس یه خاری داره میزنه. چی شد؟ نه این پایه این به خار این فشار میاره. خار درشه. ممکنه خار درشو بشکنه. اوکیه؟ نه میگه ممکنه بشکنه. این پایش یه خاری داره میافته اون. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا. آقا چرا این هیچ معلمی تحلیل نمیکنه؟ این مهمه کوف. خدا اومده گفته به حضرت رسول که آقا ببین یه دقیقه گوش کن. میگه میشه کسایی که غیر خدا رو میپرستن چون مادرت میشه فوش ندی؟ میشه خواهش کنم ای ملت، ای بندگان من، میشه فوش ندیم بهشون؟ تو اینو فوش میدی، این تو رو فوش نمیده که. نعوذ بالله زبونم کف پای همتون. این میاد منو فوش میده، این منو فوش بده، تو هم میزنی بعد باهاش برخورد میکنی، جنگ میشه. پس این یه جور جنگ ستیزیه. این آیه میگه تو رو خدا این منو فوش داد، تو اینو فوش نده. تموش. چون تو اینو فوش بدی این خدا رو فوش میده. نعوذ بالله. لا تسبوا الذین من دون الله. کسی که خدا رو نمیپرستن فوش ندیم بهشون. اون فوش بدی یسب الله، اون خدا رو فوش بده. سوره انعام آیه 108. فکر نکن مثلا همینجا تو جیبم یه جمله در آوردم. جمله خفنه ها. این از این قضیه. اینم که لا نهی که اصلا سلطان لا یحزن که قولهم. حالا کتابتون معنی کرده گفتارشان تو را ناراحت نکند. نه من یه نبایدم این باشه. نباید گفتارشان تو را ناراحت کند.
همونجور که لی امر آی میشه باید لای نهیم میشه نباید. بر سر غایبه ها، بر سر غایب. لیذهب باید برود، لا یذهب نباید برود. حله؟ خب اینا اون رفت بده گفتار شنم. آره دیگه، نه عزت لله جمیعا، زیرا بزرگواری همه نزد خداست. ربنا پروردگار لا تحملنا ما این کنار یه کوه دیوونه بازیایی ما. این یعنی میتونم به جد بگم، یعنی به جدی خطرناک. کدوم خطرناک؟ من زیبا تر از اگه دعا قرار مستجاب شه باید بزرگ شید. درس اخلاق هم نمیخوام الان بهتون بدم، اما کل این کتاب یه جا درس اخلاق داشته باشه اینه. بزرگ که میشی میبینید چه دعا کدوم دعا هست همه بهتره. چی بخوام؟ اگه قرار خدا همه چی بده، من چی بخوام؟ پول بخوام، فلان بخوام، بسار بخوام. به خدا تریپشو نمیذارم، باید بیای تو بازیش تا بفهمی چی دارم میگم. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. این یکی از لعنتی ترین جذاب، یکی از یعنی روان پریش ترین دعاهایی که تو میتونی بکنی. و میدونی که جلوش خوندید سوره بقره است، آیه 286 آخرین آیه سوره بقره است. میگه داداش من نوکرتم، ما رو تو زندگی اون سکنجی نندازی که اصلا ما توان تحملشون تو یه جایی میفتی تو سکنج، دست پا میزنی در میگه نندازی ما رو داداش یه سکنجی که لا طاقت لنا که تحملش هیچکی نداره. آزمایش سخت ما رو نکنی، آزمایشی که غیر قابل تحمله. کم هم نمیبینیم تو زندگی های مردم، کم هم نمیبینیم. بعد در ضمن ای پروردگار ما میتونه بشه پروردگارا. ربنا هیچ اشکال نداره بشه. ماشو معنی نکنی هیچ اتفاقی نمیافته. برو بریم. اینجا نوشته آقا مایلی، من مایلم نه مایلی، یعنی آنچه که خورفه چشم نمکه کی بودی ما یلی، یعنی آنچه که یلی میآید، اونم که داریمش. بریم. حتما میده طراح جمله میده که کلمه بخواد. حالا اینجا نمیشه معجمون بالا 6 تا کلمه میده. مواظب این داستان باش، مواظبش. آقا مثلا تمثال من حجر او خشب او حدید یعبد من دون الله، یعبد مجهوله به جای صنم دیگه، همون شد دیگه، اصنام بت‌ها همون شد. شبیه اینو خواهند داد. من دنبال جمله مهمه مثل قیل مجهوله گفته شده، قیل مجهوله گفته شده، قیلت خل الجنت، این کسر عارضی دوباره. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، کاش که میدونستم اون نفهما که خدای من چی به من بخشیده. اینم که آسون چیزی نداره. قال گفت، قیل گفته شد، اینم با بلد باش، اینم بلد باش. یقول میگوید، مجهولش میشه یقالو. قدیما که درس میدادیم میگفتیم قانون قیل و یقال، فیل و شغال. هر جا فیل و شغال میبینی مجهوله.
خدا نکنه یه دونه اینا بگیم فرداش همه معلم عربی ها بدو اونم که خوراک عشق اینو دارن سریع اسکی برن مثلا منتظر پیست اسکی هن. یعنی آمادن که من یه حرکتی بزنم سریع اسکی برن روش. لعنت بهتون. ایها الفاخر جهلا به نسب. این خیلی این حال روز حال حاضر خیلی از دوستان رفقای ماست. ای کسی که جاهلانه جهلن میشه حال، این خیلی مهمه تو کل این شعر. یعنی در کل این شعر دوتای اولی از همه مهمتره. ای فقر فروش جاهلانه به اصل و نسب. مردم نگاه کن، فقط مردم نیست انما معنیش میشه فقط او کجا میاد وسط معنیش میاد وسط. مردم فقط از یک پدر مادرن. اوف هل تراهم خلقومه. چی شد؟ خلقو مجهول خودمه. ای مجهول خودمه. قربونش بشم من یا آهن و مس و طلا همون شده. این خیلی مهمه. اوکی اون دوتا جمله اول. یه شعرم این ور داریم، حالا جلوتر بهتون نشون میدم. جمله اول این مثال خیلی خفنه. هر غذایی که مجهوله. بعد اصلا تو رو خدا 12 مواظب باش تا مجهولو دیدی اسم بعدش نایب فایله. میخواد آقا طراح شک نکن که میده. اصلا بی برو برگرد طراح میخوای بهت بگم آروم شی؟ داده. نه بابا. آره مامان طراح اینو داده که فعل مجهول یه اسم بعدش آورده نایب، چون همه مثل بز میزنن اینو فایل. تازه کننده های کار لا برکت. میگه هر غذایی که اسم خدا بر اون ذکر نمیشود هیچ برکتی در آن نیست. اونم لای نفع جنس. لا برکت. برو بریم. آسان است. مردم را دشنام ندهین، زیرا این فی جوابه ها، زیرا بین آنها دشمنی کسب میکنید. خذوا الحق من اهل، اینم یادتون چه خذوا فعل امر، حق رو از اهل باطل بگیرید. همون چه رفت صحبت عیسی ابن مریمه. مفسد تباهی. این قشنگه. مفسدت تباهی. خذوا بگی از غذا. کونو باشید. آقا نمیدن. چرا نمیدن؟ دزدی مگه کردی؟ فعل عربیه. کونو قائمی. کونو معلمین. معلم باشید. کونا بله ناجحینه. موفق باشید. همین فعلا در همه. چیزی که دیگه عمرن نمیدن دیگه حالا نمیگم، چون یه سری جا دیگه اصلا دکمه‌اش خاموشه. یعنی ممکنه که چه نگاه میکنه دزدی کردم مگه دست منه مگه اصلا. یه جوری آقا من چپچپ هر وقت اینجا رو دارم درس میدم هر وقت یه جوری چپچپ میگم مثلا ما طراحیش کردیم مثلا زبونه دیگه. اون روز دیدیم اوایل که من داشتم اوکراینی یاد میگرفتم خیلی جالب بود. نمیدونستم باران به اوکراینی میشه گوسفند. بعد خیلی نگران بودم دوستایی داریم که اسمشون بارانن ممکنه بیاد اونجا مهمون ما باشه. بیشتر سعی میکردم نسیمی مریمی مثلا چه میدونم تارایی چیزی صداش کنیم. بگه دست ماست که باران میشه گوسفند. بعد میپرسیدم بارون چی میشه اونجا. بارون میشه دوچ، ولی کلا باران
بعد بیادبی ها هی باران همون گوسفند خودمونه، یعنی قشنگ حکم فوش هم داره، یعنی در از کاربردی زبان اوکراینی. بریم. رجاءً خودم رو پاره کردم، نامه هاشو پاره کردم، فکری یه چاره کردم. میشه خواهش کنم تمنا کنم اینجا با من بلولی جملاتی که با رجا آی با من فضلک ماما، این یعنی لطفاً. آخه پدر جان عزیزم، خواهر من، برادر من، بعد لطفاً تو ماضی میاری؟ لطفاً من رفتم مدرسه. میتونی تو بعد لطفاً یه فعل ماضی بیاری، یه خود حال کنیم با هم. بعد از لطفاً من یا امر دارم یا نهی دارم. لطفاً بکن، لطفاً نکن. لطفاً یه لیوان آب میدی، لطفاً دست تو دماغت نکن. خیلی ممنون. رجا اکتبر نه. اصلا اینجا این صفحه درسی خیلی جذاب. سری میگمش. لطفاً بنویسید. اگر بنویسی با عجل فلان میشه. میخوام که بنویسم، هرگز نخواهد نوشت. لندیدی هی نخواهد لندیدی دوره کله. این شرطی بود، یادم رفت بگم این شرطی همیشه مضارع من. نه معلممون گفته میتونه ماضی من. معلم بسیار اشتباه مطرح کرده و این تیکه رو به معلمتون آموزش بده. بگو محمد وایزی، عمو محمد هم سلام رسون، گفتش که بفرما، یعنی دقت بفرمایید که جمله شرطی هیچ وقت ماضی معنی نمیشه. اگه شرطی نوع دو ماضی میخوای یه جور دیگه از پیش بیشی، مثل جملات شرطی کتابت نیست. بیا. لندیدی هی نخواهد لندیدی هی لندیدی نخواهد. ان چطور؟ چی؟ ان چطور که میخوام که برم. بذارین برم. هرگز نخواهد رفت. هرگز نخواهد نوشت. پس 4 و 5 در تضاد با. پس لعنتی هر وقت سفر رو میخوام منفی کنم در تضاد با لندیدی. نه اندما شاهد تو کانه یک تو می نوشت ماضی استمراری، گاهی می نویسد قد بر سر مضارع میشه گاه. لمن لا تکتب، چرا نمی نویسین ترجمه این داستان؟ چه ترجمه رو نمی نویسی؟ این کل اون داستان. ببین میخوامت به جون تو اینو بگی من خواستم میخوامت. جان واعظی میخوامت، نه برای لقبت، به خاطر علم عربی که داری و اینقدر سواد محکمی که میتونی اینجا پیادهش کنی. لا تکتبو بابا رو جلد کتاب ننویسید، بیشوری مگه؟ رو آثار باستانی مینویسن. محمد 1314 مثلا 1418 چه حرکتی هستن؟ اون نوشت. شوخی میکنی؟ نه من کاملا جدی میگم. گاهی نده اون نوشته است قد بر سر ماضی. باید بنویسیم. من ننوشتم. ما ماضی ما ننوشتیم. ما چیزی ننوشتیم. روی دیوار چیزی ننوشتیم. خوب کردی کته. او ما ولت نمی کنم. نه کتب حدیثون نایب فاعل. عشق من تک و تنها برس به دادم. عشق من ندار. عشق من کانو یک تو می نوشتند. کانو قد کتبو نوشته بودند. کانه ماضی قد میتونه یک دوباره مجهول. ببین اصلا اوف دوباره میسازمت مجهول. اگر چان خیل
دوباره میز نایب فاعل. هی وسط من نجوی میزه. هی شپاره کردم شپاره کردم شپاره کردم شپاره کردم نامه ها شپاره کردم شپاره کردم اون شدد اقرا حاضر اون شدد اون شدد یه خود بیشتر یونانی اون شدد انگلیسی هم اون شدد. باشه این شعر رو بخونیم ما بریم چه خبره. واقعیتشو میخوای. وهمنی وهم بلادی من شرور الحادثات اینی فی دروسی و اداء الواجبات واملأ الصدر شراحا و فمی بالبسمات. یا الهی یا الهی یا مجیب الدعوات. این خیلی مهم نیست. اجعل الیوم سعیدا و کثیر البرکات و انر قلبی. یا اینم خوبه. خود کلمه حظم خوبه. خود این جمله جهل توفیق حظ بخت میشه. ولی اگه واقعیتش بخوای این دوتا از همه سمتره. این دوتا از همه سمتره واسه امتحان. بریم درس بعدی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فقط با یاد خدا دلها آروم میگیره. اینم خیلی قشنگه. گفتم دیگه اینا همه رو اصلا صحبتش کردم. برو بریم اینم. دوباره میسازمت مجهول اگر چه بان ننان خیش. با چیه خیش؟ دوباره مجهول نایفا ایزی پیزی مکن چیزی. یه چیزی هم جدیدن از دخترم یاد گرفتم یه یادم نمیمونه. من ادامه ایزی پیزی از دخترم یه چیزی یاد گرفتم یادم نمیمونه. یادم بمونه براتون گفتمش. خیلی نمکه. آها یادم اومد. ایزی پیزی لیمون سکویزی. لیموی چلونده شده. چه ربطی داره اینا تو مهد کودک چی بهشون یاد میدن؟ این حاضر جوابی ها رو یاد میدن. جالبه برام. اینجا کلش این همه رو که گفتی بیا این تیکه کلمه رو نگاه کن. چی؟ بغتتن. خب مگه این چیه؟ میشه ناگهان. شبیهش تو 11 داشتین. تو 12 خیلی جا ممکنه ببینید. فجعتن. این یکی دیگه هم اندما یتأکد و طائر. خیلی خوشگل نوشه اینجا ولی هیچ کسی همیشه خیلی تأکید کرده. یتأکد یعنی مطمئن می شود. خیلی خوشگل نوشته. میگه هنگامی که از فریب دشمن مطمئن می شود. هنگامی که پرنده از فریب دشمن مطمئن می شود. از فریب دشمن یعنی فریب دادن دشمن و دور شدنش و نجات زندگی جوجه هایش مطمئن می شود ناگهان پرواز میکنه. یعنی الکی پرنده تا دشمن میاد الکی خوش میزنه به اینکه نمیتونه راه بره. بعد آروم آروم اینجوری نگاه کن. همین کاری که من میکنم. نگاه کن. آروم 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 میاد اینجوری پاشو میکشه. اون شکارچی هم میاد دنبالش. دور که میشه از مکانه یهو میگه بفرمایید. این نرمال ترین حالت یه اینجوری میکنه. بستگی به آداب و احترام پرنده داره. یه اینجوری میکنه. دماغ سوخته میخریم پرواز میکنه. حالا ما میگیم توی اکیپ خودمون میگیم اون شکارچی رو چیزش کرد. سر کارش گذاشت. تموم شد. یه دماغ سوخته. شب بخیر. یتیر رو بغتتن. ناگهان پری. آقا اینجا کلمه های فعال نه. کلمه ملمه نکن. متن که دادیم بعد همشو بتونی معنی کنی. محل اعرابی هر وقت ببینم بارها گفتم اینو من باز اینو بگم. هر کلمه داخل جمله یه جایگاه یا یه محلی داره. خوب گوش کن. آخ. بر اساس این محل نقش میگیره
هر نقشی هم یه اعرابی داره. چون این نقشه هم از جایگاه ساخته میشه هم از اعراب، بهش میگن محل اعرابی. موش موششه، پوش پوششه. دیگه یادتون نره، واسه همین بهش میگم محل. هر وقت گفتم محل اعرابی یعنی نقشو میخواد. حله؟ اینم بحث علمی. خیلی نوکرم. خب بریم درس 2. وارد درس 2 میشیم. برو بریم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. اتفاقا بی نهایت این جمله مهمه. حج خانه خدا بر مردمی یا بر مردم، بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند. لله علی الناس واجب الهی است. بسم الله. خب برو بریم مکه مکرمه منوره. این جمله اول وحشتناک مهمی. همون دو تا بچه‌ن پسر دخترن که کشتن، سرویس کردن، بابا مامانشون اینقدر سوال کرده بودن. اون دو تا بنده خدا رفته بودن حج، برگشتن. این عارف و اون دختره پدر این بابا مامان در آوردن، اینقدر سوال کردن. جلسه اعضاء الاسره امام تلفاز و هم یشاهدون. مواظب باش این جلسه تاثیر میذاره روی یشاهدون، میشه ماضی استمراری. مواظب باش مطار اسم مکانه. وحشتناک یعنی فرودگاه، بسیار مهمه. از طرف دیگه والدیه بوده والدینهی، پدر و مادرش. رعا دید اشکایشان که جاری میشد. دوباره رعا بر سر تتساقطو همون کاره کانه رو داره انجام میده. این از این قضیه. این هم لم نیست، علامت سوال داره. لمه. اگر حرکت لمه رو نذاش به خاطر علامت سوال میدونیم لمه، لم نیست. مسئله بعدی تقریبا دیگه باورتون شاید نشه تا یه تیکه آخر دیگه این قسمت چیز مهم عجیب غریبی نداره. اینم خوشگله. یا لیتنی حسبا، ای کاش که یه بار دیگه برم حج. تموم شد رفت. اینم از این قضیه. خب این دیگه چیز عجیب غریبی نداره. اینم کلماتش مهمه. سعی و رمی جمرات و اینا کلماتش خیلی مهمه. وحشتناک. حالا اینجا رو نگاه کن. جمله خیلی خفن این صفحه به نظرم این تیکه آخرشه. یا بنیتی القاریه فوق جبل مرتفع، این بالای کوه بالا بلندی قرار دارد که نمیتونه ازش بالا بره به جز افراد قوی یا حصریه. فقط افراد قوی میتونن ازش بالا برن. نکته ببین چند باره داریم اینو میبینیم، چند باره داریم پشت مصدر فعل میبینیم که مصدر به شکل فعل داره معنی میکنه. چقدر خفن. نمیتوانم بالا رفتن از آن را، یعنی نمیتونه ازش بالا بره. تموم شد رفت. و این جمله آیا نمیدانی، آیا میدانی که رجلی تعلمانی که پایم درد میکند، در اصل هست پایم مرا به درد میآورد، یعنی پام درد میکنه. برو بریم. هل رأیت ما غار السور الذی لجا الیه. تموم شد رفت. که پناه برد به اون حضرت رسول. این هم خیلی مهمه. لجا الیه بسیار فعل مهمیه. بقیه‌اش هم دیگه چیز عجیب غریبی نیست. اصلا و ابدا. برو بریم. تمام. کلمه مهمه از اینجا. بسم الله. قمت قله جمعش قمم. مواظب باشا. رمی جمرات. رجل میشه پا، ارجل میشه پاها. رجل میشه مرد، جمعش میشه رجال. مواظب باشا. این رجل میشه پا، رجل میشه مرد، جمعش هم میشه رجال. اینم جمعشه. حله. اوکی. اینم که سواله متنه که میگه وصل کنید نسبت به متن. بسیار متن آسونیه و این سه تا جمله بی نهایت عدید من مهمه. رأیت الولد مسرورا، صفت رأیت الولد مسرورا و رأیت الولد المسرور دوباره موصوف صفت، فقط این نکرسی معرفت. این حاله. رأیت الولد مسرورا، بچه رو شاد دیدم، پسر رو خوشحال دیدم. تموم شد. این پسر خوشحالی را دیدم، این میشه پسر خوشحال را دیدم. معرفه نکره. داره چی نشون میده؟ داره نشون میده حالو با صفت اشتباه نگیری. بسم الله.
اینم از این قضیه. وحشتناک، اینا آسونه، اینا همشون حاله و بسیار آسونه. اینا فقط جولت العلمیه، مواظب باش. گردش علمی الان وارد یه دونه مثال میشیم، یکی از تمرین وارد یکی از تمرین میشیم، دیوونه میشید. یه چیزی هم مواظب باشید تو این حال، وقتی کلماتی مثل واو حالیه میاد اینجا فعل ماضی زمانه میکشه عقب، اینجا مضارع است، این ماضی با مضارع میسازه ماضی استمراری. در از اینجا رأیتو داره همون کار کانه رو میکنه. اینو درس دادم تو کلاس ها، مواظب باشین ها. تموم شد رفت. حله. و هو یجمع حاله و هو جالسون حاله، مواظب باش. این حاله جمله اسمی است. به 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 به، همه دنبال ضعیفای حالن، در صورتی که محمد واعظی دنبال این فعل مجهول انسان نایب فاعله. وای میده درا میده. اینو سست نشوید، اندوهگین نشید، در حالی که شما برترین. درست شد؟ اینم از این قضیه. این بارهای بار سوال کنکور اومده سالهای قبل، توی موقعی که کنکور تستی بود. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که در رکوع اصلا زکات میدهند. تموم شده رفت. ولی شما فقط خدا و رسولش. انما معنیش میشه فقط. کجا میاد وسط؟ انما معنیش فقط. کجا میاد وسط؟ تموم. معنیش میاد وسط. ولی شما فقط خدا و رسولشه. بده 8. این که اصلا شما از الان به بعد شما همش یادت باشه. شما از الان به بعد یادت باشه 2 نمره تا 2.25 بیشک اسم مکان، اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه و اسم تفضیل نه هست. فقط اصلا من نمیخوام الان درس بدم اینا رو. تو رو خدا فقط یه چیز، فقط من میگم یه چیز. چی؟ 2 نقطه. تو رو خدا اول مفرد کن. یه متنی آورده درس 2، فقط موضوع ماشینمون خرابه، بقیه چیز عجیب غریبی نداره تا جمله آخر. تماس گرفت آقای حسین با دوستش که تعمیرکاره تا درست کنه ماشینشونو. اومد و ماشینو کشید، خرکش کرد ماشینشونو با تراکتور، بردش به یه تعمیرگاه. تمام. اینو مواظب باش. مواقف تصدیح سیاره، تعمیرگاه ماشین. جراره تراک، این کلماتش خیلی باحال مهمه. تمام. چیز عجیب غریبی دیگه این نداره. او تو مفرد و جمع ببین کیه بهت اینو گفتم ها. این وحشتناک مهمه. توی اینا قرا و مواقف و رجال با ارجل اشتباه نشه مهم. تموم. سعادت هم مهم. اوف عالی. به مرگ واعظی یک کدوم این 4 تا رو شما تو امتحان کنکور امتحان نهایی میبینی. میگم به مرگ واعظی. برو بریم. معلم جماعت این فیلمو میبینه. تو که شاگردی. معلم میبینه سال بعد یاد بگیره چجوری درس بده. برو بریم. محل اعرابی مهمه که خب باید نقشه رو بلد باشیم منظم مرتب. بیشترین نقشی که دارم من متذکر میشم اگه دقت کردی هی نایب فاعله، چون نقشه دیگه ای وحشتناک مهم بلدین که تو درس میخونی. یه چیز دیگه هم یادتون باشه، ترکیب وصفی و ترکیب اضافی بیشک تو امتحان نهایی سوال میدن توی محل اعرابی. این شما محل اعرابی نقشه رو که میبینی حتما یه دونه این دنبال باش که حتما باید یه دونه مضاف الیه یه دونه صفت هم پیدا کنی. یعنی حتما بیشک طراح پیگیری این قضیه هست. اینم از این قضیه. خب کلمه مناسب میخواد که هممون میدونیم داستانش چیه بر اساس معجم. و
روانی این نکتم مواظب باش توی تمرینی که به تو میدن و 1.5 نمره ترجمه فعل رو میپرسن فقط به پاکیه میشه صیغه و به پاکیه میشه زمانش. فعل چیه؟ کتبه، کتبه تمرین، مجهول دیگه، ماضی تمرین نوشته شد. چرا درستو نمی نویسی؟ مضارع منفی. تو لم و لما ما ماضی چیزی ننوشتی به همین سادگی و همینجور تا آخر. خیلی خفنه. مواظب این دوتا فعلم باش. عمل کار کرد، عامل رفتار کرد، تعامل معامله کرد. تمام. مواظب باشا الهی منادا لا تعاملنا. این ادامه همونجا با عدلت با ما رفتار نکن، سرویسیم. اگه واقعا با عدالت بخوای رفتار کنی که ما سرویسیم که داداش. تمرین 6 دوباره محل اعرابیه و چند تا جمله بی نهایت مهم داره. ماهی تیرانداز از عجیب‌ترین اینجاست. اون پرتاب میکنه قطرات آب پی در پی از دهانش به سمت هوا با قدرتی که مشابه پرتاب تیره. همون شده. و پرتاب میکند این تیر آبی رو در برابر روبروی حشرات روی آب. تموم شده. اینجا هم خفنه. هنگامی که سقوط میکنه حشره روی سطح آب، اینجا قشنگه زنده میبلعتش. زنده حال دیگه. هوات خودش یه کلمه وحشتناک مهمه. هوات یادت باشه جمع حاویه. حاوی هم یعنی طرفدار. فن، طرفدار ماهی زینتی در عجبن از این ماهی. تموم شده. این جمله هم جمله سمی که توش هزاران سوال انها توه. اون دوست داره که شکارهای زنده رو بخوره. میتونه خیلی راحت همین جمله به جای الحیت بشه حیتن. در اون حالت میشه دوست داره که شکارها رو زنده بخوره. اون دوست داره شکارهای زنده رو بخوره، اون دوست داره شکارها رو زنده بخوره. زنده هم میگن البته. یاگوداری چه این حالتی هم میگن. برو بریم. این هم که خوراکش ماهی تیلاپیا، همون تیلاپیلاست. جمله خوشگلش یه چی اینجاست. دفاع میکنه بچهاش در حالی که باشون حرکت میکنه و این ماهی میبله بچهاشو هنگام خطر. بعد از بین رفتن خطر خارجشون میکنه. تمام. هوات. ببینی این جمع حاویه. این هم از این قضیه. برو بریم. این مثال خفن است. در این مثال به خدا بیشتر از حال داره شرطی رو نشون میده که معنای مضارع میده. هر کس با دوری زندگی کند زیان دیده میمیرد. اینه که کاری نداره. این سم خالص. بیا پایین. این دوتا سم خالص. بیا. هر کس گناه کنه مضارع در حالی که میخنده داخل آتیش میشه. مضارع داره لامصب داره مضارع معنی میشه. انسان نیکوکار زنده میماند حتی وای اینو مواظب باش. حتی اگرچه شما هر جا و دیدی میشه حتی اگر یا اگرچه. یادت نره این میشه اگر، اما و میشه حتی اگرچه. منتقل شود به منازل مردگان منتقل شود.
هرگاه بخوای که موفق بشی تنها اون کار رو انجام بده و به خدا و به مردم توکل نکن. تمام. و تمرین آخرمون مفرد و جمع. بیشک این مفرد و جمع رو منظم مرتب بلد باش. بیشک این مفرد و جمع مستقیم سوالته. حواستو جمع کن و اصلا راه نداره مفرد و جمع های آخر درس ها رو بلد نبودن. بچه ها خیلی استناد میکنم به این که مفرد و جمع نیم نمره است. کلش 20 نمره است. نمیفهمم. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که توی کنکور بعضی میگن یه تست ولش کنین درس. ببخشید یه تست از 20 تست یعنی 4%. نه این یک 40.2% داداش. 2.5% خالص تو حساب نکن. تو یادت نره تو درصد کنکورت 0 تا 100 نیست. اون مشاور عزیز باید اینا رو به تو آموزش بده. درصد کنکور تو 133%. چون درصد کنکور تو از منفی 33 تا 100 داداش. برو بریم. بسم الله. اینم درس 2. سریع وارد درس 3 میشیم. بسم الله. نگاه کن اینجا مهمه. العلم صیدون و الکتابت قیدون. تموم شد. دانش شکار است و نوشتن بند. هم میتونی با نوشتن دانش رو به بند بیاری. تموم شد رفت. پس دانش رو با نوشتن به بند آوری. تموم شد رفت. باید بنویسی. حالا درس است چند کار خیلی خفن. از اینجا شروع میشه. همه نگاه کنن. در مورد کتاب من کتاب من از عباس محمود عقاد. تموم شد رفت. به تصرف. بریم چه خبره. جمله های مهم از اینجا شروع میشه. اوکی اینجا. و همچنین انسان عاقل میتونه که بیابد غذای فکری در هر موضوعی. این از این قضیه. اینجا خفنه. اینجا داره میگه اینا تهدید محدود کردن فی اختیار کتب مانند محدود کردن غذاه. هر دوشون نمی باشن مگر برای بچه و مریض. یعنی هر دوی اینا فقط برای بچه. محدودش کنی داستانو بیاری محدودش کنی مثمر ثمره. میاره همینه میگه باید توی چارچوبی باشه. آدم مریض هر غذایی نباید بخوره. بچه کوچیک هر کتابی نباید بخوره. باید دقت کن. اینجا رو نگاه. هرگاه تو فکر توانمندی داشته باشی میتوانی به وسیله آن بفهمی آنچه را که میخوانی. پس آنچه را که دوست داری از کتاب ها بخوان. یعنی اون کتابایی که دوست داری بخون. این خیلی مهمه. تمام. حله. اینم باحاله که تجربه ها ما رو از کتاب خوندن بی نیاز نمیکنه. اما تو صفحه بعدی اگر دقت کنید از این اولش وحشی میشه. گمان میکنم که کتاب‌های تکراری وجود داره. اینو بار جاهای مختلف دیدیم. اما اینم باحاله. زیباترین اینجاست. زیباترین که اینجاست. این زیباتر. من از همین الان بهتون بگم این زیباترین جمله است. خب ولی این کار لذت بخشتر و سودرسانتر از خواندن موضوعات متعدده. اینم یادتون باشه. اینم باحاله. برو بریم سراغ جمله که من دوستش دارم. از خونه بیرون نمیاد. از اینجا شروع میکنه. چه بسا کتابی که تلاش میکنه خواننده در خوندنش و خور خارجی نمیشه از اون فایده ای. خب و چه بسا کتابی که به سرعت اونو ورق میزنه خوانندش و در خودش و در وجودش عمیقاً تأثیری میگذارد که در نظریاتش ظاهر میشود. اینو مواظب باش. اینم خیلی خفنه. شایان عنایت توجه و تقدیره. تموم شد رفت.
روزنامه نگار، این لغتاش مهمه. اوکی. آها دوباره حصریه. به همین خاطر برای این در زندگیش فقط نشاط میبینیم با وجود شرایط سختش. 1 3 2 تمام. هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام. یوغالی یادت بهت گفتم مجهوله میشه، گفته میشه که اون 1000 تا کتاب خونده، تموم شد. از همه کتاب، از مهمترین کتاب، از مهمترین، بعد اینجا وای کتب، کتاب ها، کتاب، نویسندگان. این جمع کتابه، این جمع کاتبه. تمام. این از این قضیه دیگه. آها درس نخون عقاد مگر در مرحله ابتدایی، یعنی فقط تو مرحله ابتدایی درس خون دیگه. دبیرستان به دلیل عدم وجود مدرسه دبیرستان در استان اسوانی که توش به دنیا اومده بزرگ شد توش. حله خیلی خوبه. اینجا هم خفنه. یاد گرفت انگلیسی رو از گردشگرانی که، مردی که، زنی که صفت، از گردشگرانی که به مصر می آمدند انگلیسی رو یاد گرفت. گردشگرانی که برای دیدن آثار تاریخی می آمدند استمراری. حالا من کشید بریم. کلمه مهمه. صحافی. اون کتابی که گفتم هنا که وجود دارد، که داداش اینا این انسان بنویس. هنا که میشه وجود دارد که اول جمله بیاد و الا که حالت نرمال همون آنجا معنی میده. یوغال گفته میشه که گفتم ثانوی دبیرستان تصفح ورق زد، ورق سری ورق زد. کتاب و با کتاب اشتباه نه. امتع لذت بخشتر. این بارها اومده. تهدیدم محدود کردن، چون کلمه تهدید کردن این یعنی محدود کردن. مواظب باش. او خود این هم مهمه. اغنا بی نیاز گردانید. فعل اغنا یغنی. اوکی برو بریم که سوالات از متن. اینم که درس جمله مهم عجیب غریبی تو مستثنا وجود نداره. اما من فقط یه چیزی میگم. تنها دیدی که من تو کتاب قواعد کتابو خیلی من اهمیت خاص جسد نباشین قائل نمیشم، ولی یکی از مهمترینا ایناست. چیه؟ منم با این موافقم که مرجع مستثنا که بهش میگم مستثنا من، مرجع اصلیه. یعنی این جمله من یاد باشه، مستثنا من اون گروهه مرجع اصلی کلمه است، واسه همین ضمیر نیست. یعنی تو همین جمله از زملا و حضروا فی سالت الامتحان الا حامد از این واو حضروا جدا نمیشه، از این زملا جدا میشه. دور و نزدیکی رو برش کن. برو بریم مستثنا منش باشه بابا. مستثنا منش اون زملاه. برو بریم. کل شیء حاله که این سجد الملائکه سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. این داشته باش. هر چشمی گریان تو روز قیامت. این اصلا همش مهمه. این همش مهمه. و این دو تا جمله خیلی خفن. هر ظرفی پر میشه یزدیقا، هر ظرفی تنگ میشه یعنی هر ظرفی پر میشه با آنچه که توش میذارم به جز ظرف علم. همون شده که گشاد میشه با اون. اینا وحشتناک. هر چیزی ارزان میشه وقتی زیاد میشه به جز ادب که وقتی زیاد میشه گرون میشه. اینم از این قضیه. وحشتناک. اینا مهمه که معنیشو گفتم. فاز روان شد. در اصل روان شد منظور پر شده. اینا فازه کو عینون فازت لبریز شدن. بذار خوشگل‌تر اینجا بنویسم. فاز اینجا نمیشه روان شد، تو لبریز شدن.
پر شدن یا لبریز شدن. زاغ تنگ شد قص عینه، یعنی چشم بستن، یعنی بیخیال شدن، ندیده گرفتن، اینجوری هم میشه گفت. قلا گران شد وحشتناک مهمه. این پاورقی بی نهای و آذر سحره بیدار ما. اوکی چند نکته رو ولش کن، برو بریم ترجمه بسیار مهمه. دنیا فقط بازی و لعب و لهو، ما حیات دنیا الا لعب و لهو، به جز بازی و سرگرمی نیست، دنیا فقط بازی و سرگرمی است. برو بریم. اوکی 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 اوکی. اینجا کلمه است بر اساس معجم، هممون میدونیم بازی چیه. گزینه‌ای که عجیب غریب ترینه که هر کسی میاد میفهمه دیگه، یعنی تابلوی داستانش خیلی ساده است ولی حتما حل شه، حتما حل شه، ریز به ریز حل شه. میرین جلو. خواهش ازت میکنم، این که مال گروه سنی 1 سال تا 3 ساله. خیلی ممنون. تحلیل صرفی تو تحلیل صرفی تنها چیزی که میتونم بهتون یاد بدم اینه که تضاد پیدا کن. آقا مبتداست یا فاعل عمال؟ مبتداست، فقط مواظب باش. اینجا صحیح و خواسته. خیلی راحت در امتحان نهایی وای 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 میتونن تو امتحان نهایی میتونن خطا رو بخوان. حله؟ این از سوال 4. همشون هم همینجوره. هی تضاد بخوا، ماضی مضارع، معلوم مجهول، هی تضاد بخوا. حله؟ بریم سوال 5. اینجا رو نگاه کن. سوال 5 میگه آقا جای خالی پر کنی. از من کاری که جای خالی پر کنی ندارم. سریع بار بریمش. پرنده وجود داره اسمش برناکنه، خونه‌شو میسازه بالای کوههای بلند دور از دست اون شکارچیان. هنگامی که بچه‌ش بزرگ میشن میخوان که از اونا میخواد که تقفز من اشعل مرتب، که بپرن از لونه بلندشون. قفزه یعنی پریدن. تقذفو فراخ نفسا، پرت میکنن جوجه ها خودشونو یکی یکی. میپره پرت میکنه از کوهی که ارتفاعش میرسه به 1000 متر. یا سید الشهدا. و برخورد میکنه به صخره‌ها. چندین بار رو منتظر میمونه. پدرسا نمیتونم بخونم تا ته لام سوا. پدر مادر در پایین کوه، پایین ترین جای کوه وای میستن، منتظر میمانن و استقبال میکنن. خواهش میکنم جوجه هاشون سقوط میکنن. سقوط جوجه ها اون صحنه بسیار ترسناکه جدا، اما هیچ راه گریزی نداره. باید وایسن که بچه یاد بگیره دیگه، چون اون قسمتی از زندگی سختشونه، دشوارشونه. تموم شده رفت. مرعب، ترسناک. تموم شده رفت. اینم داشته باش. برو بریم. چیز عجیبی نیست. محله اعرابی رو میخواد. محله اعرابی نقشه. توی درس قبلی گفتم، اینو صحبتشو کردم بهتون، گفتم بعضی موقع ممکنه اسم بدن. علم دانست بسیار دانا. رجاءً بعدش امر میاد. حتی من اگه طراح بودم اینو نمیذاشتم. اینو نمیذاشتم. تموم شد. این اچ کامل مشخص داره میکنه امر یا نهیه، امر یا ماضیه، اما رجاءً نشون میده این امره. دوباره فرستاد، مرسل، فرستاده شده. مواظب باش، ممکنه اسمم بهمون بدم، مراقبش باش از روی اسم فاعل اسم مفعول. بچه 12 بلد باش انواع مشتقای اسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مکانو. دوباره محل اعراب میخواد حتما و 100%، اصلا شک نکن. تو محل اعراب این نقشا رو میبینی: فاعل، نایب فاعل، مبتدا خبر، مضاف الیه و صفت. حالا کنار این فاعل میتونی مفعول رو هم ببینی.
همون شرف میخواد دیگه، همینا رو میخواد دیگه، چیز دیگه نمیخواد. این از این قضیه. چون حالو مستثنا و اینا رو که توی سوالای دیگه ازت میپرسه، محل اعراب میده، اینا رو میخواد. برو بریم. دوباره شروع شد. اصلا راه نداره امتحان نهایی 2 نمره اینه. باز دارم میگم اولین قدم اینه که مفرد کنی، یا مفرد کن. بریم. ترجمه این حاجی، ترجمه عجاد بلند شو برای پدرت و معلمت، حتی اگر امیر باشه. این یه بار دیگه هم بهت گفتم جای دیگه، و این میشه حتی اگرچه بقیه‌اش هم شرطی، حتی اگر امیر باشی. تمام. بده 6 و السلام علیکم و رحمت الله. بریم درس آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 4. اصلا سر تا ته درس خفن ترین داستانش این 3 بیت شعره که به نظر شخصی من خوشگل ترینش یکی مصرع اولشه که حالا مرتبط به مصرع دوم، یکی بیت آخرشه. تموم شرف. میگه سخن تو که میپرسی او کیست، اون مردکی که میخواست حضرت زین العابدین و ناشناس جلوه بده، میگه داداش اون فرزدق که بود شاعر بود. اون داره میگه، اینو شعر رو گفته این که تو میگی اون کیه که به ضرر اون نیست، تو خودت آبرو خودتو میبری، اونو که همه میشناسن، اون که بچه معروفه، تو داری خودت آبرو خودتو میبری. عرب و عجم میشناسه کسی رو که تو انکارش کردی. سخن تو که او کیست، این کیست، به ضررش نیست. عرب و عجم میشناسد کسی را که تو انکار کردی. تمام. این زیباترین قسمت اینه. تمام. برو بریم. این نکته اول. 1. ولد فی منطقت که مهم نیست، بالکویت یعنی در میشه. یادمون باشه به حرف جر به علاوه یه دونه مکان معنی در میده. این از این قضیه. سال فلان مثلا بعد هجه دوباره بل بسره یعنی در بسره. جا به آورد، جا اومد، جا به آورد. چه اتفاقی میفته؟ به بر سر یه سری اسم، بر سر یه سری فعلا میاد، فعل لازم میکنه متعدی. ذهب رفت، ذهب به فلان چیزو برد. جا اومد، جا به فلان چیزو آورد. سعد بالا رفت، سعد به از فلان جا بالا، فلان چیزو بالا برد. مواظب باش. پدره بردش پیش حضرت علی و امام از او پرسید که در مورد بچهش پرسید، گفتش که چی؟ این پسر من نزدیک است که شاعر باشد، شاعر بزرگی باشد، یعنی من نزدیکی که شاعر بزرگی بشه. حضرت امیرالمومنین هم فرمودن که علم هم بهش قرآن یاد بده، که داره شاعر خوب میشه قرآن بهش یاد بده. اصلا عجیبا غریبا. برو بریم. خود همین خفنه، مفعول مطلق نوعی داره، بسیار خفنه. و اینجا دیگه عجیب غریب نیست، ماضی استمراری مواظب باش. اینجا پنهان میکرد علاقه‌شو از خلفای بنی امیه، یعنی اون حبشو به خدمتتون عرض کنم که اهل بیت پنهان میکرد از خلفای بنی امیه، یعنی در برابر خلفای بنی امیه حبشو به خاندان حضرت رسول پنهان میکرد که اونا بهش گیر ندن بنی امیه. اینجا اما اون جهر آشکارش کرد هنگامی که حج کرد هشام ابن عبدالملک در روزگار پدرش. تموم شد رفت. اینجا آسون میشه، از اینجا خوشگل میشه. نتونست که محض کنه اونو به خاطر ازدحام زیاد و منصوب شد، قرار داده شد مجهول برای او، منبر نایب فاعل و مانند مفعول مطلق نوعی که با مضاف، مانند امیران، مانند بزرگان بر روی آن نشست. نگاه میکرد، این میکشه عقب، این دیگه نگاه میکنند، این میشه نگاه، در حالی که نگاه میکرد به مردم و همراه با اون جماعتی از فلان. اینجا رو نگاه کن.
اینجا دیگه آسون میشه. اینجا خوشگله، اینجا دوباره خوشگله. سلامه و استلامن به آسانی آن رو مس کرد. تمام 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 تمام. اینم گفت نمیشناسم و فلان و بسار رو. آها خاف هشام من ان یعرفو، از این که او را بشناسد. اهل هشام، از این که اهل هشام مردم شام او رو بشناسه، هشام ترسید. و یرغب فیه رغبت المهم، از این که مردم شام او رو بشناسن و مانند دوستداران به او رغبت ورزن ترسید. واسه هم گفت نمیشناسمش. اون هم گفت نمیشناسی؟ من میزنم پوستتو میکنم. انا اعرف، اتفاقا من خیلی خوب اونو میشناسم. دیگه قاطی کرد. اتفاقا خیلی خوب میشناسم. این دوباره اینجا مفعول مطلق نوعیه. اینم که اون بیت شعری که خدمتتون عرض کردم. درس 4 چند تا کلمه وحشتناک مهم داره. یکی وطعت میشه جای پا، جهربه آشکار کرد، بطها دشت مکه، یه چیز زائر زیان رساندنده با سادزاده، مواظب باش. هل بیرون احرام. تمام. از جا ناگهان آمد. این ازا نیست، هنگامی که نیست، ازه ها. برو بریم مطلب بعد. اینجا که در مورد متن درس داره صحبت میکنه. مواظب ترجمه مفعول مطلق نوعی تأکیدی باشید. نوعی بستگی داره به این که با صفت بیاد یا با مضاف الیه بیاد. مواظب باشیم. با مضاف الیه بیاد ترکیب وصفی، ترکیب اضافه تشبیهی داره معنی میشه. اوکی؟ این از این قضیه. خوبه کرونومتر گذاشتم. حالا به سرش گذاشتم. برو بریم. اینم از این قضیه. آها مراقب باشید. داره میگه مفعول مطلق اگه فعل ثلاثی مجرد باشه همون مصدر مجرد میاد. فعل ثلاثی مزید باشه بابا میاد. تموم شد رفت. توی بابهای ثلاثی مزید مراقب باب مفاعلت نیست، مفاعلت باشید که یه مصدر دوم هم داره به نام فعال. عشق من میرم آخر از غمت. جفتش میتونه بشه مفعول مطلق. ثلاثی مجردم مصدرش همون صرف اصلی یه جاهایی خود تغییر میده. جلسه جلوس، ذهب ذهاب، خرج خروج، عاش عیشن، طاف طوافن، نام نومن. برو بریم. یه کوچولو تو ثلاثی مجرد تغییر میکنه. معنی ها رو میخواد با گزینه‌ها بعد مواظب نوعی تأکیدی مفعول مطلق باشی. خیلی راحت وقتی نزله. وای من واقعا مفعول مطلق اینو نمیخوام. به خدا من نزله مچو این اونه که هر ننه قمری اینو میزنه مفعول مطلق تأکیدی. این که تو بدونی این نایب فاعل خرکیه بابا. برو بریم. من میرم لبو فروشی وا میکنم اگه این سوال نیاد. این چند تا جمله است؟ 8 تا جمله است. پایینش هم شعرها رو آورده. من هیچی نمیگم. این تمرین 1 نمیگم میاد، میگم اومده. تو رو خدا اینو مواظب باش. مهمترینش هم میگه بعضی میگه مهمترینش اینا همش مهمن، ولی اگه من میخوام سوال بدم یکی اینو سوال میدم. رو خیلی برام مهمه. اون من سعا هم خیلی دوستش دارم. میتونه از بقیه داستاندارتر باشه. یکی همشه این ستاره خیلی دوستش دارم. من خودم اگر من طراح بودم میکنم این ستاره میام. چون بقیه که این گیریم پاتو قد گیریم دراز کنه که همه بلدن. خود جمله بین تمام این جملات خود جمله لازم مفهومی من 8 تا بیشتر دوست دارم. ولی آسونه دیگه. هنگام سختی ها دوستا شناخته میشن. اینا آسونن ولی اگه من میخوام سوال بدم سخت سوال میدم دیگه. تموم شد. لغت معنی اینا رو بپا. لازم المنام خوابید یا لازم به او خواب را به او آویزان کرد یعنی خوابید. لعین فرومایه تمرد نافرمانی کردن. دیگه رعا چریدن. من سعا رعا. هر کسی سعی کند میچرد یعنی هر کی سعی کنه به دست میآورد. تموم شد رفت. برو بریم مطلب بعدی. حرفی ندارم. من واقعا فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم. تموم شد.
مثال 2 10 بار گفتم، بیشک 2 نمره مفرد کن. تموم. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفسیر، همه اینا رو میخواد. تموم شد. آقا اینا که خط کشیده، نه اونا که خط کشیده پایین سوال پرسیده ازش، گفته فکر کنم محل اعرابی رو بگید. بیا محل اعرابی رو میخواد. برای بار هزارم دوباره محل اعرابی یعنی نقش از روی 2 تا چیز داده میشه. نقش هم از روی محل داده میشه، هم از روی اعراب. تموم شده رفت. کلمه ای که اینجا میاد مغز ناسه، هیچ وقت نه فاعل نه مفعول. معلم ناسه و مضاف الیه. تموم شده رفت. کلمه که میاد معلمو نمیتونه مفعول باشه. تمام. اینا رو یاد بگیر. بعد فعل نفسه مفعول. تموم شده رفت. فکر نمی کنم من راجبش. تمرین سوم گزینه‌ایه و باید مواظب این داستان باشه. مضارعه‌شو میخواد، فلان میخواد، چنین فعلایی رو میخواد. یهو میبینیم بابها رو سوال داره میپرسه خیلی راحت به همین سادگی. امر تقربه، تفعل تقرب. تموم شد رفت. یا از وزن انتظر مالش گروسنی 1 سال تا 3 ساله. وزن انتظره افتعله، اونی که هم به انفعال میخوره هم به افتعاله. باب ازداده، درس 1 دادمشا، گول نخو. ازداده افتعاله ها. اون میتونه یکی از بیسگیرترین جملات باشه، سوالا باشه. تمرین 4 باز گزینه‌ای خیلی راحت. فقط مواظب باشین تو این گزینه‌های فعل، اگه فعل بیاد ابتدای جمله، فعل غایب بیاد ابتدای جمله مفرد میشه. مواظب باشین. اینم از این قضیه. آیا میدونی که فلان جوره؟ آیا میدونی بسیار جوره؟ اینا ترجمه است. آیا میدونی که تلفظ گ و چ و ژ موجوده در تمام لهجات عامیانه عربی؟ بسیار یا بسیار موجوده. اما چیزی که من اینجا میخوام الان میگی چه کلیدیه یارو. یوساد مجهوله. مواظب باشه. یوساد مجهوله ها. ببین چند بار من دارم میگم نهنگ صید میشه برای خارج کردن روغن از جگرش برای ساختن مواد آرایشی. اینم از این قضیه. بسم الله. آیا میدانی حجم خرس پاندا هنگام تولد کوچکتر از موشه؟ این خود اینم خوشگله. من این دوست دارم. عاصمت هم به پا کلمه مهمیه، میشه پایتخت. اینم میشه پایتخت. برو بریم. تمرین 6 هم یه دونه متنه. اینو که همه شنیدم، من یه بار میرمش. نکشیمون. مجهول این میشه نایب فاعل. ببخشید. نوعی از ماهی‌ها یافت میشه در افریقا که پنهان میکنه خودشو در این جفاف هنگام خشکسالی در غلافی از مواد مخاطی که از دهنش خارج میشه خودشو دفن میکنه، پنهان میکنه، خودشو زیر گل و عمیقاً بیشتر از 1 سال میخوابه. همون شد. و به آب و غذا محتوا مانند زندگان احتیاج ندارد. داخل یه حفره کوچیکی در انتظار ریزش باران زندگی میکنه تا اینکه خارج از غلاف به شکل عجیبی. صیادهای لعنتی افریقایی هم به مکان مخفی شدنش میرن قبل از بارش باران و اون خاک خشکو میکنن و میکنن برای صیدش. در ضمن یادمون باشه جفاف یعنی خشکسالی، الجاف یعنی خشک. جفاف یعنی خشکی، منظورش هم خشکسالی. هنگام خشکی اینا میشه خاک خشک. این صفتمونه. بریم. اینم از این قضیه. تمام. محل اعرابی باز میخواد. مفعول مطلق نوعی صفت. خیلی راحت. مفعول مطلق تأکیدی. همینجوری نقشه خیلی ساده و ایزی میزنه بیرون. فقط ببخشید مجهولی اسخای یحاسب و مجهول مواظب باشید. مفعول مطلق نوعی مانند عمل میشه. کسی که فلان کنه در آخرت مانند ثروتمندان محاسبه میشه. تموم شد رفت. بخیل در دنیا مانند فقرا زندگی میکنه اما مانند ثروتمندان محاسبه میشه. مترادف متضاد اینا رو بپا درس 7 خواهش ازت میکنم. تمام به برده. تمام. فی امان الله. کتاب عربی 12 با سبک
خفن محمد وایزی تموم شد. ازتون تمنا میکنم به دوستاتون پیشنهاد کنید که این 1 ساعت رو ببینن. بعد خیلی جالب که شما این 1 ساعت رو میبینین، تموم که میشه میگی چقدر آسون بودا، چقدر راحت بودا، در صورتی که شما درستو خوندی، الان 1 ساعت رو کل کتاب با من تورق کردی، حالشو بردیم، جاهای مهمشو بهت نشون دادم. حتی جاهای مهمی که شما دیدید اگر یهو گیر و گور بودید، یه پاز کنید، یه توقف بدید، یه استاپ بکنید، میتونی حتی معنیشو باز بخواید بررسی بکنید، حتی خودتون بخواید نقشه یه سری کلمات پیدا کنید. همه چی با هم دوره کردیم و جاهایی که من احساس میکنم از کتابتون سوال میاد و بهتون گفتم. پیشنهاد من اینه که حتما اینو به دوستای خودتون معرفی کنید. حتما اگر این فیلمو دیدید، حالشو بردید، به خصوص امتحانتون دادین، ترکوندید، حتما منو سابسکرایب بکنید. حتما ما افتخار میکنیم که ویدیوی ما رو لایک کنید و واسمون کامنت بنویسید. از هیچی از حمایت شما بیشتر برای ما مهم نیست که ما رو کمک بکنه توی انرژی گذاشتن توی این کانال که بتونیم یک عربی فوق‌العاده‌ای رو تحویل کل مردم ایران بدیم به صورت رایگان در کانال یوتیوب. آرزو میکنم که براتون مثمر ثمر باشه و ببخشید شک ندارم که تو امتحان نهاییتون به یه جایی میرسه این 1 ساعت رو. همین جملات آروم هایلایت کردن نکات مهمش که عین نکاتش رو شما تو امتحان نهاییتون ببینید. مایه افتخار منه که معلمتون هستم، محمد وایزی از قاب این دوربین. با افتخار تمام وجودم رو واسهتون خواهم گذاشت. آدمایی که با تمام وجود کار میکنن، قلبشون رو تو کار میذارن، به تمام موفقیت میرسن. این از من به شما نصیحت. یادتون باشه به هیچ عنوان آدمی که بدی کسی رو میخواد به هیچ عنوان بارش به منزل نمیره، چون 100% اون بار کجه. آرزو میکنم موفق باشین، امتحان نهاییتون بهتر کنین و توی مدارج بسیار بسیار بالاتر پشت خفن‌ترین میزها ببینمتون انشالله با امید خدا. یه روزی بزنید زیر شونه من میگه آقا وایزی من 15 سال پیش، 10 سال پیش، 4 سال پیش یا پارسال شاگردت بودم و اون فیلمتو دیدم، این کلاستو اومدم و باعث موفقیت شدی. اون لحظه به نظر من قشنگترین لحظه زندگی منه توی هیته کاری قشنگترین لحظه زندگی موفقیت شما تو مدارج خفن زندگیتونه. آرزو موفقیت براتون دارم. یا علی مدد. روز بخیر.